سلام بچه هم میرزا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی ورد کانکورسه. اومدیم ادامه پارت قبلی با آلمان. میخوایم دیگه واسه هر پارتی یه هدف بذاریم. این پارت میخوایم هدفمون این باشه که شهر انگلیس، منچستر، دوبلین و واقع شهراشو کامل بگیم که شهرهای تو کشور اصلیش و سعی کنیم انگلیس رو کامل بندازیم بیرون از کشورش. و میخوایم از در سمت شوروی هم بسیاری پیشرفت ها و پیشروی ها داشته باشیم. خب ما الان 198 تا پول داریم، یه دونه میجک میطلا بزنیم توی منچستر رو بمبارون میکنیم. اوکی، رانده بعد تموم کارش. کار قبلی هم تو پارت قبلی کردیم دیگه، نیاز نیست کار زیادی انجام بدیم، راحت میکنیم. اوکی امیدوارم شهرامون رو نگه داشته باشیم. آمریکا ولی هنوز وارد جنگ با ما نشد، یعنی نیروهاشو نفرستاد و این کاپیتان هم خیلی بد داره ضربه میخوره فراری بده. خیلی کاپیتان خوبیه و اگه حذف بشه نابود بشه دیگه خیلی سخت میشه. میتونه بازی بگم مثلا 24 28 اوکی، 31 39 اوکی خوبه. از هر نیرویی داری تو جنگ استفاده کن. حالا ما یه سری نیروهایی که ضعیف شدن رو بفرستید کار نیروهایی که قوی هن. مثلا اینجا ببین چند تا نیرو با جون کمی که با یه ضربه همشون میمیرن، فقط هم بار اضافی هن. این هیچ کمکی نمیتونن بهت بکنن، در همین حد که مثلا اینا رو بزنه کمک میکنن. اوکی اینجا رو هم زدیم. به نظرم همینجا وایسا جلو تبیری خطری میشه. خب دیگه شوروی کاری زیادی نمیتونیم بکنیم. من یکی از این شهرش ازش بگیریم، این شهر از شوروی بگیریم، یه ضربه دیگه و تمام. اوکی اوضاع خوبه که این نیروش هم بزن. این کاپیتانمون هم قویه ها، استفاده ازش نکردیم تو جنگ. پاریس هم فرانسه هم نیروهاشو گذاشته اینجا، اینا رو بزنیم. و نیروها کمی هم نداشت، نیروهای زیادی گذاشته و در حدی نیستن که از آمریکا این شهر رو از همون گرفت. گفتم آمریکا وارد جنگ نشد، وارد جنگ شانس ماست. نیرو این نمیذاره اینو باید بزنم که اینجا رو گرفتیم. یه موشک میطلبه دوباره منچستر بزنیم و منچستر هم تموم شد. منچستر هم میگیریم. اوکی کلا دوبلی مونده و یه شهر دیگه. البته توی آفریقا و توی آسیا سمت اندونزی هم یه سری شهرها داره و این اذیت کننده است. و ژاپن هم که داره نابود میشه. اوکی آفرین سریع نابود شد ژاپن. ولی این ایتالیا خوب عمل کرده، هم الجزیره رو گرفته، هم المعین نمیدونم کجاست، فکر کنم باید توی لیبی باشه. الکساندریا رو من خود مصر گرفت. یه قاهره مونده با اورشلیم. فرانسه هم زیاد این جا واسش نمونده. شهرهایی که داره 2 تا تو آفریقا داره، یه دونه هم توی آسیا. و رد کنیم که رانده بعد بتونیم به دوبلین موشک بزنیم، دوبلین هم بگیریم، بعدش هم اینجا رو بگیریم و انگلیس کارش تقریبا یک سره بشه. و آره رد میکنیم. انگلیس واقعا نیرو در جوش زدیم دیگه نتونست کار زیادی انجام بده و این خوب بود، خیلی هم خوب بود. ایتالیا هم داره خوب میجنگه واسه ما داره خوب میجنگه و این هم مثلا یکی از شانسایی بود که آوردیم. خواهم یک تارینبرگو بگیریم. اسمش هم اسم سختی بود. اینجا هم این شهری که اگه بتونیم بگیریمش خوب میشه، ولی مثل اینکه کاپیتانش رو برده شهر واسش اهمیت داره، به این سادگی فکر نکنم بخواد بدش.
خب دیگه اینو بیار اینجا، اینو بیار اینجا. اوکی، اینم میاریم اینجا. الان کیف رو میخوایم بریم بگیریم. به نظرم باید فقط نیرو هوایی بگیریم، ولی این کاپیتان نداره. ببینید چقدر بدون کاپیتان بد میزنه. مثلا تأثیرات کاپیتان توی نیرو هوایی قشنگ میتونید ببینید. خب الان این نیروهاش هم اذیت نمی کنن وگرنه میزدن. اذیت کننده نیست. دوبلین هم یه 2-3 تا موشک بزنیم. نه همین را تمام کن. دوبلینم پول زیاد داریم، همون 3 تا موشک هم کافیش بود. کافیش یعنی مثل این که با دوپر و دوبلین هم میگیریم. داریم خیلی راحت انگلیس رو میگیریم. انگار نه انگار که مثلا یکی از ابر قدرت هاست که داریم که نه دیگه زدیمش. اوکی، از این نیروها میزنم. اوکی خوب زد، خوب زد. اینم بزن. اینا 142. این اوکی تر شده، اینم اوکی نسبتا، ولی اگه بهتر بشن بهتر میشه. جواد خیابانی. خب دیگه هوایی نمیتونیم کاری بکنیم دیگه. اگه بخوام کاری بکنیم از زمینی انجام بدیم. ببینیم آمریکا نیروی نیاورد. آمریکا اینجای بازی دیگه باید نیرو میآورد سمت این اسپانیا. عجیبه، واقعا عجیبه. عجیبه که نیرو نیاورده. اینجا یه دونه تانک همینجوری ماشین زرهی همینجور بذاریم. حالا با نیرو هوایی هم یکم اینجا رو بزنیم. این کاپیتانش مخصوص نیرو هوایی نیست ولی تو هوا هم خوبه. تو هوا هم خوبه. یکی دیگه که رانده بعد که یکو میگیریم رد میکنیم. منچستر این یه سری نیروها داره که اذیت میکنه. نیرو هوا چیزش زد. اوکی اوکی. بعد ایتالیا خیلی سریع بعد این مصر رو کارشو تموم کنه. خیلی بس سریع مصر رو تموم کنه. این کاپیتانمون هم رسید، زد اولین ضربه. اوکی، راند بعدی میگیریمش. اینجا رو میزنیم و میگیریم خیلی راحت. اینکه نیروش عقب نشین میکرد بعد بود، اشتباه کرد. کاپیتانش هم از دست داد. الان ما اینو میاریم اینجا. کیف هم یه استالینگراد داره و مسکو. اینجا هم که تقریبا گرفتیم. این شهرش هم که خیلی راحت تو 2-3 ران جمع میشه. واقعا مونده اون شهراش. اوکی، زدیم اینجا رو هم. این شهره رو نبرزد. این شهره خیلی آمریکا معمولا بهش حمله میکنه. اوکی دیگه نیروی ندارم، نیرو زمینی نداره که بخواد اذیت کنه. اینجا رو میزنیم، مهم نیست ولی ما میزنیم. همینجا عشقی یه سری هواپیما میفرستیم اینجا. اینجا رو هم بگیم که انگلیسی کارش تموم شد دیگه. انگلیسی نداشته باشیم که دیگه انگلیس که داری ولی انگلیس نداشته باشیم که اذیت میکنه. اینجوری بهتره. انگلیس که داریم، انگلیس حذف نشد. کلی شهر تو آفریقا داره. ما آتن رو داریم. از طریق آتن میتونیم با هوا کمک اینا بکنیم. حالا یکم هم یه ضربه زدیم واسه کمک. بیاد کمک بزرگی نه، به هر حال کمکی بود. و اینجا تو این شهر این کاپیتان داره ضربات بدی میخوره. به نظر فرار کنه. یه ماشین زرهی میذاریم. رانده بعد یک تانبرگ رو میگیریم. بعدش آماده یه هجوم با 3-4 تا نیروی خوب قریب مسکو میشیم. نظرم یه تانک هم اینجا بساز که رانده بعد جا بجا کنیم. هرچی نیرو بیشتر بهتر.
که یه نیرو گذاشت اینجا، اینم میزنیم. زیاد تهدیدی دیگه نیست این واسه شورای واسه ما. وان 2 تا شهر داره. مسکوشو بگیم استالینگراد سقوط کنه، استالینگراد بگیم مسکو سقوط میکنه. این 2 تا شهر هم به هم وابستن و با این نیرو واقعا دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم با پولمون. فقط پول اضافه واسه هم داره میمونه. اینجا رو هم بزن، اینجا رو هم واقعا اینقدر بیکارشین داریم نیروهایی میزنیم که اصلا تأثیری تو جنگ نداره. عجیبه. یه سری نفتار هم داره اینجا، چون نمیگم نفتاشو خودم هم نمیتونم. بعد میکنیم اینقدر مطمئن که شهر خواهدی میکنم که نمیتونه بزنه. اینقدر به خودم مطمئنم. اینقدر انگلیس دیگه ضعیف شده. ضعیف که نه دیگه، تقریبا تمام همین شهرها استفاده همین مستعمراش من یکی اذیت کنم. قاهره رو گرفت. تو اورشلیم هم کمک میکنیم. خودمون دیگه کاری نداریم. میریم واسه دادن این نیروش. اذیت میکنه و این نه جوری که بگیم اگه اینو نزنیم میبازیم یا بد میشه واسه همین. همین جوری هست. همینجور عشقی هست. نفت اینجاش هم بگیر که میبینی انگلیس که شهری نداره، انگلیس که هیچ قدرتی نداره. اینجا رو هم بزن میگیره دیگه. آره اینجا رو هم گرفت. این کاپیتانم اینجا میمونه. این داره تقریبا آماده میشه واسه جنگ. حالا اینم بیار اینجا، اینم بیار اینجا، اینم بیاریم اینجا. اوکی. نفت اینجا رو بگیر، اینم بیار اینجا. اوکی این کاپیتانشو جدا کرد. این یه فرصت خوب واسه حمله هوایی به مسکو. این حمله هوایی قرار نیست خیلی ضرر واسه مسکو به بار بیاره، ولی روشی هست که اما پولامون استفاده کنم یه ضربه به مسکو زده باشیم. نیست که بگیم الان مسکو رو میگیریم، نه فقط یه ضربه زدیم بهش. ضربه محکمی هم نبود که اینو بیار اینجا. آره این میاد تو این شهره یکم به هیلش اضافه بشه. کاپیتان خیلی قوی نیست ولی به هر حال به همه نیرو احترام گذاشت. به همهش باید احترام گذاشتم. همین که میفرستم جلو بمیرن یا باید احترام گذاشت. منطقیست. یا با این همه پول اضافه آدم دلش نمیاد رد کنه. پولا میمونن ولی خب آدم میخواد استفاده کنه که همینجوری میزنیم تا تموم بشه. 3 تا دیگه میتونیم بزنیم. 2 تا اینم آخریش. چه ضربه چقدر وارد شد ولی خیلی پول استفاده شد. همین پولا رو شاید اگه به ایتالیا کمک میکردیم یا نیرو هواییمون رو سمت ایتالیا استفاده میکردیم بهتر میشد. اوکی اینا رو هم بفرست تو جنگ. این هم 2-3 ران دیگه میکشیم. هم ایران هم به نظر میتونیم بکشیم بیرون. هم ایران بیا بیرون، چون داریم یه حمله بزرگ میکنیم نیاز این حرکت. مسکو نیروش هم نیرویی که تو شهر داشتم گذاشت بیرون. اوکی. و این واسه مسکو اصلا شوروی اصلا خوب نیست، چون مسکوشو قراره به زودی از دست بده. به زودی زود تموم شد. مسکو پاراتروپر نداریم. اگرنه مسکو رو هم چیز میکردیم، تموم میکردیم، میگرفتیم و تموم میکردیم کار شورویو. اوکی. ایتالیا تازه جون گرفت. قاهره هم که گرفته. اورشلیم هم داره میره سراغش. نیرو نداره سمتش، وگرنه با نیرو هوایی تمام میکردن کارشو. اینجا رو هم بگیر ازش، یه حمله بزن. هم استانبول رو بزنیم. استانبول نزد، نیرو شوروی رو خوب زد، خیلی هم خوب زد. اوکی. کار دیگه ای که نداریم رد کنیم دیگه. اینم بیار اینجا یه دونه سوپر تانک بذار، قشنگ تهدید کنی بگی ما رو نزن. ربطی نداشت. رد میکنیم. یه هانویی هم داره اینجا تو
توی سمی هانوی مال ویتنام. اگه اینو نداشت خیلی راحت تر هضم میشد. فرانسه تو بازی آری داره دیگه، زورش زیاده، داره منطقه استراتژیکی هم هست. فکر نکنم نیرون بتونه بگیره، ولی خب ما یه تلاشی میکنیم. تلاش. مسکو سقوط کرده تقریبا که دیگه چرت سقوط کرد و مونده یه سری اضافه کاری. نیرویی که روشی نیرو ضعیفیه، سریع الان از بین میبریمش. تموم شد. نه نمیتونیم بگیریم. اوکی اینجا رو بزن، تو هم با این رو بزن، بعدش بیارش اینجا و این رو بزن. اوکی سعی کن تا میتونیم نیروهاشو بزنیم، با اینکه تأثیر نداره ولی خب تأثیر نه تأثیر اوکی اینم بزنیم 70 تا 68 تا 71 62 تا و تمام. 68 تا 68 اینم تمام. ای بابا اینجا رو هم بزن. اوکیه. ایتالیا هم داره اورشلیم رفته سراغش، الان به زودی میگیره و مصر هم حذف میشه. مصر هم قراره به زودی حذف بشه. راند بعدم مسکو رو میگیریم، اینجا هم که داریم. اوکیه رد کنیم تا راند بعد کارا رو انجام بدیم. اوکی رد میکنیم. آمریکا هنوز نیرو نفرستاده، تازه داره نیرو میفرسته سمت ما. ژاپن چطور اوضاعش؟ هنوز باخت نداده. شریعه قرار باخت بده. یا خدا تایپه رو باخت داده، ولی خب تایپه که نه تایپی، ولی اوکی فرقی نداره. دهنش سرویس تو با نیرو با 402 تا ایلات الان باید بذاری. دهنش سرویس واقعا باید تمام قوا حمله میکردیم. 2 تا نیرو فرستادیم جلو، داریم با نیرو هوایی میزنیمش. یا تو این نیرو رو از اول میذاشتی اونجا، یا الان نمیذاشتی. ما رو داری اذیت میکنی. دهنش سرویس. 11 تا نصف ایلش هم بردیم. 422 تا بود اگه اشتباه نکنم، شد 336 تا. ولی خب باید میرفتی که تمومت میکردم. فیشوری بازی تا که این تیکار هم میگیریم از خودمون میکنیم. اینم بزن کافیه دیگه. یا فکرم واسه این پارت باید کافیه باشه، چون مسکو رو نمیتونیم تو این راند یکی 2 راند آینده تموم کنیم. قرار کلی جنگ و دنگ و فنگ به مثل مسکو داشته باشیم، چون راحت باخت نداد مسکو رو. منطقش هم همینه، راحت باخت نداد و فکر نکنم باخت به تا 3-4 راند دیگه که این نیروشو بزنم. کوتاه نیروشو بزنم یا قبلش کمک کنم واسه زدن اورشلیم بزنیم که مجبور شه از پولاش استفاده کنه. مصر پول زیاد نباید داشته باشه. اگه زدیم مصر هست شه، ایتالیا میتونه بیاد سراغ انگلیس. اینجا نیرو زیادی هم داره. اینجا هم که داریم میزنیم، مثلا به ایتالیا یکم پول کمک کنیم. خودمون که اضاف داریم. میبینید که دیگه اوضاع رو این مجارستان خراب میکنه همیشه، بار اولش نیست. و ما شاید اگه شوروی رو زدیم میریم سراغ نابودی مجارستان. واسه این پارت کافیه. لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعد. اسم من امیررضاست و خدافظ.